با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما هنرجویان عزیز. من امیری مانیفر هستم و این جلسه سوم از دوره تدوینگران آینده است. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. در جلسه قبل در مورد بحث تایملاین مقداری توضیح دادیم و در این جلسه در مورد بحث مانیتورها و سورس مانیتور و پروگرام مانیتور صحبت کنیم. کارایی‌هاشون رو ببینیم، نحوه وارد کردن کلیپ ها به تایملاین و اولویت ها و شیوه هایی که میتونیم به کلیپ ها اولویت بدیم در تایملاین رو بررسی کنیم و بعد هم به جزئیات بعدی بپردازیم. زمانی که میخوایم یک ویدیو رو وارد تایملاینمون کنیم میتونیم از قسمت پروژکتمون بریم و اون ویدیو یا هر چند تا ویدیویی که میخوایم رو انتخاب کنیم و بیاریم توی تایملاین بکشیم. یه موضوعی که وجود داره این هست که اگر ویدیو شما صدا نداشته باشه نمیتونید اون رو وارد قسمت صداها یا ترک‌های صدا کنید و باید روی لاین‌های ویدیو قرار بدید. و بعد هم اگر دوست داشتید میتونید یک موسیقی هم بیارید و در قسمت صدا یا موسیقی اون رو قرارش بدید و بعد هم برای اجرا کردنش میتونید از کلید اسپیس استفاده کنید تا پلی بشه. موضوع بعدی که باید خدمتتون بگم این هست که یک اولویتی در بحث صدا و موسیقی وجود داره و اونم این است که اگر شما یک کلیپ رو بالای یک کلیپ دیگه قرار بدید، مثال من این رو بیارم تا نصفه های این کلیپ قرار بدم و یک موسیقی دیگر رو هم از این قسمت بیاریم و در قسمت موسیقی همون روی A2 قرار بدیم، زمانی که ویدیو ما پلی میشه اگر شما ویدیوها رو روی سر هم گذاشته باشید اولویت با اون ویدیویی هست که توی لاین بالاتر قرار داره، مثل این تصویری که الان اینجا میبینیم که تصویر عوض میشه و روی لاین بعدی میره. اما زمانی که دوتا موسیقی میارید و روی سر هم قرار میدید این اتفاق نمیفته، یعنی اینکه اولویتی در موسیقی ها وجود نداره و فرقی نمیکنه که شما چند تا لاین موسیقی اینجا داشته باشید و همه صداها رو با هم دیگه پخش میکنه، مگر اینکه اون رو میوت کنید یا اینکه غیر فعالش کنید یا حذفش کنید. یه زمان ما یک فایل ویدیویی آوردیم داخل و حالا یک فایل موسیقی هم داریم اینجا و میبینیم که این دوتا جدا هستن از هم دیگه و وقتی که میخوایم جابجاشون کنیم یا اینکه توی یک قسمت دیگه از تایملاین قرارشون بدیم باید انتخابشون کنیم. حالا میتونیم شیفت رو نگه داریم و دوتاشو انتخاب کنیم یا اینکه باید با موسمون هر دوتاش رو انتخاب کنیم و بعد میتونیم جابجاش کنیم و هر جایی که دوست داریم قرارش بدیم. اما یه راه دیگه ای که تو این قضیه وجود داره این هست که میتونید ویدیو و آیدیوتون رو به هم دیگه لینک کنید. برای لینک کردن ویدیو و صدا به هم دیگه میتونید از دو راه استفاده کنید. راه اول این هست که بیاید و این دو تا ترکتون رو انتخاب کنید و کلید کنترل L رو روی کیبوردتون فشار بدید. حالا میبینیم که این دوتا به هم دیگه لینک شدن و وقتی من روی یکی از اونها کلیک کنم اتوماتیک دومی هم انتخاب میشه. یا حالت دیگه این هست که ما بیایم برای انتخاب کردنشون این دوتا رو انتخاب کنیم، روشون کلیک راست کنیم و گزینه لینک رو اینجا بزنیم و باز هم همون اتفاق برای ما میفته و این دوتا به هم دیگه لینک میشن. یکی از راههایی که ما برای اضافه کردن لاین صدا و لاین تصویر در موردش صحبت کردیم این بود که میتونیم در این قسمت خالی که میبینید در تایملاینتون بیان کلیک راست کنید و گزینه اد ترک رو بزنید. یه راه دیگه هم وجود داره. خب ما تو این حالت وقتی اد ترک میکنیم فقط یه دونه ترک برای ما اضافه میکنه اینجا. یه راه دیگه هم وجود داره که زمانی که بخوایم بیایم مثلا تعداد ترک های بیشتری رو اضافه کنیم 5 تا 10 تا یا هر تعدادی که مد نظرتون باشه این هست که میتونیم بریم توی منوی سکونس و گزینه اد ترک رو بزنید. وقتی این گزینه رو بزنید یک پنجره برای شما باز میشه که توی این پنجره یک قسمت ویدیو ترک داره و یک قسمت آدیو ترک داره که اینجا میتونید تعداد ترک های ویدیوتون رو انتخاب کنید و اینجا هم تعداد ترک های آدیوتون رو انتخاب کنید. یه گزینه پلیسمنت هم داره که اینجا میتونید از طریق اون تنظیم کنید که این ترکی که دارید ایجاد میکنید کجا قرار بگیره. مثلا من اینجا میتونم بهش بگم که بیفور یعنی قبل از اولین ترک یا همون V1 قرار بگیره یا اینکه نه افتر ویدیو 3 قرار بگیره یعنی اینکه بعد از ترک سوم. مثال من اگر که بیفور رو بزنم و اینجا بیام و آدیومو صفر کنم یعنی میگم لاین صدا نیاز ندارم بعد اوکی کنم ببینید که یک لاین دیگه اینجا برای من ایجاد میشه که اسمش رو هم میذاره V1 و میتونم داخلش هر نمونه ویدیویی که دوست دارم بیارم و قرار بدم. اما بازم همونجوری که گفتم اولویت با
بحث اون ویدیوهایی هست که توی لاین های بالاتر هستن و مگر اینکه حالا شما توی تدوین بیاد اینها رو برش بزنید و جوری کات بزنید که مثلا وقتی که ویدیوی پایینی داره پخش میشه ویدیوی بالایی دیگه پخش نشه، که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. وقتی ما چند تا لاین یا ترک داشته باشیم توی محیط تایملاینمون و بخوایم مثلا یک حالا ویدیو یا موسیقی که اینجا دارم رو بیام و بینش حرکت بدم، یکی از راه‌ها این هست که من بیام و این رو بگیرم و توی لاین بالایی یا لاین بالاتریش یا لاین بالاتریش قرار بدم. اما این یه زمانی دچار مشکل میشه، اونم این هست که حالا ممکنه دستتون بلرزه در حین ادیت یا اینکه مثلا جابجا بشه و دچار یه سری مشکلات بشی بر اساس اون فریمایی که تنظیم کردین. راه دیگه‌ای که میشه این کارو کرد چیه؟ راهش این است که کلید آلت رو پایین نگه می‌دارید و با کلید جهت‌نمای بالا و پایین میتونید به هر میزانی که میخواین اون ترک ویدیوییتون رو به بالا و پایین انتقال بدید و اونها رو جابجا کنید. مثلا من این رو میبرم بالا و این رو میارم پایین و همینجوری که میبینید این دوتا چون لینک هستن به هم دیگه دارن حرکت میکنن. شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا زمانی که من دارم این رو میبرم بالا ترک صدام حرکت نمیکنه؟ خب دلیلش هم این است که ما بالاتر از این ترک دیگه ترک صدایی نداریم و زمانی هم که حالا ممکنه که مثلا یک ترک ویدیویی هم زیر این ترکی که ما می‌خوایم حرکت کنیم وجود داشته باشه، این رو باید بدونید که این ترک میاد و جایگزین ترک پایینی خودش میشه. همینجوری که اینجا دارید میبینید من آلتو انتخاب میکنم، آلتو نگه میدارم و کلید جهت‌نمای پایین رو میزنم، میبینید که ویدیو میاد و جای ویدیوهای پایینی رو میگیره و اونجا قرار میگیره. یه زمانی هم خب به تعداد ترکایی که اومدین اضافه کردین زیاده، تایملاینتون خیلی بزرگ شده و نمیتونید درست روش مدیریت کنید، به یک سری از این ترک ها نیاز ندارید. باز هم دو تا راه دارید برای این قضیه. یکیش این هست که بیاد کلیک راست کنید و گزینه دیلیت ترک رو بزنید که میبینید راحت حذف میشه، و یکی از راه‌ها این است که میتونید برید توی منوی سکونس گزینه دیلیت ترک و اینجا یه گزینه ما داریم به نام empty all empty track، یعنی اینکه بیاد تمام ترک های صوتی که ما خالی هستن و هیچ استفاده ازشون نمی کنیم رو برای ما حذف کنه. من اینجا میام تیک گزینه دیلیت ویدیو ترک رو میزنم و اوکی میکنم، میبینید که تمام ترک های اضافی رو برای من حذف میکنه. اگر مجدد بخوام بیام و بهش بگم که ترک های صدا رو هم برام حذف کنه، میتونم تیک گزینه دیلیت آیدیو ترک رو بزنم و اوکی کنم، میبینید که تمام ترک ها رو حذف میکنه. یک ترک اضافی هم این وسط ما داریم اینجا که این ترک مستر هست و ترک مستر رو نمیتونیم حذفش کنیم و چیزی که باید بدونیم این که چون این صدای مستر کار رو داره آنالیز میکنه و ما از طریق این میتونیم صدای کل تایملاین رو با هم دیگه کم و زیاد کنیم و نمیتونیم لاین صدایی رو هم داخلش قرار بدیم. الان اگه بخوام این رو بکشونم اینجا این امکان رو بهم نمیده، ولی زیرش میتونم قرار بدم که با رها کردنش میبینید که لاین مستر به پایینتر میره و لاین دوم میاد و اینجا قرار میگیره. قبلا بهتون گفته بودم که زمانی که میخواید بیاید و ارتفاع این لاین ها رو کم و زیاد کنید، یکی از راه ها این هست که بیاید روی این قسمت خالی و آلتتون رو نگه دارید و با اسکرول موستون رو به بالا و پایین بکشید. یک راه دیگه هم وجود داره، اونم این هست که یه موقع ممکنه شما مثلا حالا تعداد ترک های زیادی توی قسمت ویدیو یا آدیو داشته باشید. من اینجا میام یه دوتا لاین دیگه اینجا اضافه میکنم و من میخوام فقط ترک های ویدیوم ارتفاعشون زیاد بشه و بتونم ببینمشون. برای این کار میتونید کلید کنترل رو پایین نگه دارید و به اضافه رو بزنید و اگر که بخواید کوچیکش هم کنید میتونید کنترل رو نگه دارید و منفی رو بزنید تا کوچیک‌تر بشه. اگر که بخواید بیاید و ترک های توی لاین صداتون رو بزرگ و کوچیک کنید هم میتونید آلت رو نگه دارید و به اضافه بزنید و اگر هم بخواید کوچیکش کنید میتونید آلت رو نگه دارید و منفی رو بزنید تا همین کار رو برای شما انجام بده. اگر بخواید که تمام این لاین هایی که دارید رو تا یه حد متوسطی بیاد و همشون رو همزمان با هم دیگه بزرگ و کوچیک کنه، میتونید شیفت رو نگه دارید. اگر به اضافه رو بزنید میبینید که بزرگشون میکنه و اگر که شیفت و منفی رو بزنید میبینید که تا حدی که میتونه اونها رو کوچیک میکنه و توی تایملاین به شما نشون میده که سرعت کار شما رو خیلی زیاد میکنه برای اینکه بتونید روی مواردی که توی تایملاینتون هست مدیریت داشته باشید و ازشون استفاده کنید. زمانی که ما ترک هامون رو ایجاد میکنیم هر کدوم از این ترک ها یک نام دارن که برای اینکه بخوایم نامشون رو ببینیم باید همون شیفت پلاس رو بزنیم که نامشون مشخص بشه و یه جورایی اون پنجره بازتر بشه. که مثلا اینجا ویدیو 1 و ویدیو 2 رو داریم. برای اینکه بخوایم این نام ها رو تغییر بدیم، مثال من میخوام توی لاین یکم بیام مثلا ویدیوهای کامرای یکم و توی لاین دومی هم میخوام بیام ویدیوهای
کمرای 2 هم قرار بدم. برای این کار میتونم بیام اینجا روی این کلیک راست کنم و گزینه رینیم رو بزنم و مثال اینجا بذارم کامرا 1 و اینتر میکنم و روی بعدی هم بیام و بنویسم کامرا 2. توی قسمت موسیقی هم همین کار میتونید انجام بدید. من اینجا میام و مثلا مینویسم موزیک 1 و اینتر میکنم. اینجوری خیلی راحت تر میتونید فایل هاتون رو مدیریت کنید و پیداشون کنید. یه گزینه دیگه تو این قسمت داشتیم روی قسمت موسیقی که من اون روز در موردش توضیح ندادم که حالا میخوام بگم در موردش. من میام و این لاین ها رو یکم این میکشم بالاتر و این پنجره رو بیشتر ببینیمش. خب ببینید بچه‌ها، من یه موقع ممکنه که 2 تا موسیقی داشته باشم اینجا که وقتی پلیشون میکنم نتونم موسیقی لاین اول رو بشنوم و با موسیقی لاین دوم تداخل پیدا کنم، مثل اینجایی که الان بشنویم. چی کار میتونیم بکنیم که فقط از تمام لاین های موسیقی که ما اینجا داریم، مثال من یکی دیگه میارم اینجا قرارش میدم، ببینیم. خب الان 3 تا صدا داره با هم دیگه پخش میشه. میخوام فقط صدای این لاین هم پخش بشه و بقیه لاین ها دیگه صداشون نیاد. چیکار میتونم بکنم؟ یه دکمه اس اینجا داریم به نام سولو ترک که وقتی بزنیمش رنگش زرد رنگ میشه و حالا فقط صدای همین ترک رو برای ما پخش میکنه. ببینیم این در حالی است که وقتی سولو رو غیر فعال کنم این اتفاق میفته. یه موضوع دیگه که باید بدونید این است که لاین های صدا و ویدیو ربطی به هم دیگه ندارن و زمانی که مثال شما یک ویدیو روی تایملاینتون داشته باشید، مثال اینجا، و من بخوام بیام بهش بگم که مثلا این ویدیویی که من چشمش رو خاموش کن و برای من نشونش نده، درسته شما چشم این رو خاموش میکنید، اما این به این دلیل نیست که اگر موسیقی هم داشته باشه، مثال من الان این رو دارید میبینید اینجا توی لاین 2، توی لاین 1 که موسیقیش هم توی لاین 2 هست، من میام و اینجا چراغش یا اون چشمش رو خاموش میکنم و میبینید که دیگه توی تصویر نیست، اما وقتی پلیش میکنم میبینیم که صداش همچنان داره برای ما پخش میشه. پس لاین های صدا و ویدیو ربطی به هم نداره. یعنی شما اگر که اومدین چشم لایه ویدیو رو خاموش کردین دلیل نمیشه که صدا توی لاین های صدا هم قطع بشه. یه مشکلی که خیلی از بچه‌ها دارن موقع کار کردن با نرم افزار پریمیر پرو این هست که زمانی که میان و دارن روی تایملاینشون این اسکرول رو حرکت میدن، ببینید این صداهایی میاد که ممکنه آزاردهنده باشه و خوب نباشه. چی کار میتونیم بکنیم که این صدا رو نشنویمش؟ برای اینکه بخوایم این صدا رو روی تایملاینمون قطعش کنیم و دیگه نشنویمش، زمانی که توی حالت توقف هستیم میایم و کلیدهای ترکیبی شیفت و اس رو با هم دیگه فشار میدیم. حالا وقتی این تایملاین رو حرکت میدیم میبینیم که دیگه صدایی نداره ویدیو و اگر بخواید صدا رو دوباره برگردونید، البته این به این معنی نیست که صدا قطع میشه. بچه‌ها نگاه کنید، من اینجا پلی میکنم، اینجا وقتی پلی میکنیم میبینیم که صدا هست، ولی وقتی اسکرول رو با سرعت حرکت میدیم روی تایملاین اون هیچ صدایی پخش نمیشه. اگه بخوام دوباره صدا رو برگردونم کافی است که مجدد شیفت و اس رو بزنم و حالا ببینیم، ولی بازم میگم این هیچ ربطی به قطع و وصلی صدا توی هنگام اجرا نداره. یکی از قابلیت‌های خوبی که نرم افزار ادوبه پریمیر در اختیار کاربرانی که باهاش کار میکنن قرار داده، به خاطر اینکه روی فریم ها باید خیلی حساس باشیم و لحظه ضرب آهنگا و اینکه کجاها تصویر باید عوض بشه و شاید نتونیم اونها رو با هم دیگه مچ کنیم، یا اینکه مثلا یه قسمتی رو در نظر بگیریم و بعد بخوایم سراغ قسمت بعدی بریم و فراموش کنیم دقیقاً فریم قبلی کجا بوده، امکان مارک کردن ویدیوها یا مارک کردن تایملاینه. ما به 2 صورت میتونیم ویدیوها و تایملاینمون رو مارک کنیم. روش اول این هست که میتونید بیاید در قسمت تایملاینتون در یک قسمت خالیش کلیک کنید. برای اینکه بخواید مارکش رو فعال کنید، مثال من میخوام بیام اینجا و بگم که این ویدیو توی این قسمت برای من یه مارک ایجاد کنه، میتونم کلید ام رو روی کیبوردم فشار بدم و ببینید که یه دونه مارک برای من ایجاد میکنه و این کار رو توی هر قسمتی که انجام بدید هم برای شما انجام میده.
کار دوم که میشه انجام بدین هست که ما بیایم و ویدیو رو مارک کنیم. مثال من میام و روی این ویدیو قرار میگیرم و حالا میخوام بهش بگم که این ویدیو رو برای من مارک کنه. پس تو حالت انتخاب قرارش میدم و کلید ام رو فشار میدم و میبینید که یک مارک اینجا برای من ایجاد میشه و این رو باز مجدد توی ویدیوهای بعدی هم میتونید انجام بدید. من اینجا مجدد میام و یک مارک دیگه روی این ویدیو ایجاد میکنم که روی لاین صداش اومد و ایجاد شد. برای اینکه بخواید این مارکرها رو ادیت کنید، مثلا رنگشون رو تغییر بدید یا نامشون رو تغییر بدید، کافی است که روشون کلیک راست کنید و گزینه ادیت مارکر رو بزنید. وقتی گزینه ادیت مارکر باز شد، من اینجا میام و مثال اینجا میزنم سلکت 1 یا حالا مارک 1، فرق نمیکنه. میتونید رنگش رو هم اگر که رنگ خاصی مد نظرتون هست برای اون قسمت در نظر بگیرید. مثال من میگم که رنگش قرمز باشه و بعد اوکی میکنم. میبینید که رنگ این مارکر تغییر میکنه. البته نامش رو من نمیتونم ببینم مگر اینکه موسم رو ببرم و روی این مارکر نگه دارم تا بتونم نامش رو هم ببینم. چجوری میتونیم این مارک هایی که میزنیم روی ویدیوها رو حذف کنیم یا روی این قسمت تایملاینمون؟ اگر که یک مارکی رو نیاز نداشتید بهش، اگر که سلکتش کنید و دکمه دلیت رو بزنید، ببینید که هیچ اتفاقی نمیفته و حذف نمیشه. برای اینکه بخواید حذفش کنید میتونید روش کلیک راست کنید و گزینه کلیر سلکتد مارک رو بزنید و وقتی بزنید میبینید که پاک میشه. حالا ممکنه من تعداد زیادی مارک توی قسمت‌های مختلفی از تایملاینم داشته باشم که حالا بعد از اینکه پروژه‌ام به اتمام رسید یا کارم باهاش تموم شد دیگه نیازی بهشون نداشتم. برای اینکه بخوایم کلش رو با هم دیگه پاک کنیم، هم میتونیم کلیک راست کنیم و اینجا گزینه کلیر آل مارک رو بزنیم و میبینید که همشون با هم دیگه حذف میشن. روی ویدیوها وقتی بخوایم بیاین و گزینه کلیر مارک رو پاک کنیم، من روش کلیک راست میکنم، میبینیم ما اینجا گزینه‌ای به نام کلیر مارک نداریم. میبینید ما اینجا نداریم همچین گزینه‌ای. برای اینکه بخواید مارک های روی ویدیوهاتون رو پاک کنید، کافی است که 2 بار بیاید روش کلیک کنید و توی پنجره سورس مانیتور شما باز میشه و میبینید که روی تایملاین این قسمت براتون اومده و این مارک رو گذاشته. حالا میتونید این قسمت رو روش کلیک راست کنید و گزینه کلیر آل مارک رو بزنید و میبینید که مارکش هم پاک میشه. حالا میتونستید کلیر سلکت مارک رو هم بزنید، فرق نمیکنه. یا حالت دیگه هم داریم، اون هم این هست که روی 2 تا ویدیویی که به هم دیگه، ویدیو و صدایی که با هم دیگه لینک شدن، هم ما یک مارک ایجاد کردیم. من 2 بار روش کلیک میکنم. توی تایملاینش ما اصلا اثری از مارک نمیبینیم که بخوایم حذفش کنیم یا اینو بخوایم پاکش کنیم. برای اینکه بخواید این کار رو انجام بدید، باید بیاید اون ویدیوهایی که با هم دیگه لینک شدن رو وقتی میخواید آن مارکشون کنید، اول کلید کنترل و ال رو بزنید که اینا از حالت مارک خارج بشن. حالا میتونید بیاید و روی لاین مثلا صدا، من اینجا اینا هنوز از هم دیگه جدا نشدن، حالا جداشون میکنم و میام روی لاین صدا کلیک میکنم و حالا میبینید که مارک قسمت صدا هم اینجا مشخصه. میتونم روش کلیک کنم و گزینه کلیر آل مارک رو بزنم و میبینید که مارکش حذف میشه و ما دیگه نداریمش. یه موقعی شما توی تایملاینتون اومدید و یک سری موسیقی‌ها و ویدیوهایی رو قرار دادید و حالا میخواید بر اساس اون زمانی که براش مشخص کردید، من یه مقداری بیام اینو کوچیک‌ترش کنم ابتدا، این رو هم بیارمش اینجا و این رو هم کوچیک‌ترش کنم. میخواید زمانی که این ویدیوها پخش میشه براتون این امکان هم وجود داشته باشه که لوپ بشه، یعنی اینکه مرتباً این چرخه رو برای شما انجام بده و هی بیاد از اول پخش بشه و بره آخر. من زمانی که میام و مثال اینجا پلی میکنم، ببینید میبینید که میاد اینجا متوقف میشه و وای میسته. حالا من میخوام این وقتی به آخر رسید دوباره بره از اول شروع کنه به حرکت کردن. برای این کار میتونید بیاین روی این آچاری که توی قسمت پروگرامتون هست کلیک کنید و اینجا روی گزینه لوپ کلیک کنید. حالا اتفاقی که میفته این هست که اینجا من دوباره استارتش میکنم ببینید که به محض اینکه به اتمام میرسه مجدد میره از اول و شروع میکنه.
حالا یه زمانم اومدیم و یک محدوده مشخص کردیم. مثال محدوده این کلیپ رو من میام و مشخصش میکنم. ببینیم توی این محدوده چه اتفاقی میفته. باز هم همون اتفاق میفته برای ما و میتونیم این چرخه رو توی محدوده که انتخاب میکنیم رو انجام بدیم. اما یه موقعی میخواین این قسمت لوپ برای شما غیر فعال باشه، یعنی روی کل کلیپ اعمال نشه. مثل این حالت ببینید. خب میخوایم رو کل کلیپ اتفاق نیفته، فقط میخوایم تو همین محدوده این اتفاق بیفته. این کلید به اضافه‌ای که این گوشه هست رو که باتون فیلتر هست رو میزنید و میاید اینجا دنبال گزینه لوپ پلی بک میگردید. این لوپ پلی بک رو میگیرید و میکشید داخل این قسمت قرار میدید و رهاش میکنید و اوکی میکنید. حالا زمانی که شما لوپ پلی بک رو بزنید و فعالش کنید، اتفاقی که میفته براتون میاد و تو این محدوده حرکت میکنه. من پلی کنم، ببینید میاد از اول و شروع میکنم. من اگه اینجا هم که باشم میاد از اول و شروع میکنه. یعنی اگر خواستید در یک محدوده خاص این کار رو تکرار کنید و نخواستید روی تایملاینتون براتون اتفاق بیفته، باید بیاین گزینه لوپ پلی بک رو انتخاب کنید تا این کار رو برای شما انجام بده. یه قسمت دیگه هم که در قسمت تایملاینمون داریم که میتونه خیلی زیاد بهتون در هنگام تدوین کمک کنه، این هست که این قسمت های V2 V1 و A1 و A2 که حالا بعضیاش رنگ آبی داره و بعضیاش خاموشه، چی هن اینا؟ ببینید من توضیحم رو با این شروع کنم که شما زمانی که میخواین بیاین و بین ترک هاتون حرکت کنید بدون اینکه از اسکرولتون استفاده کنید، مثلا این اسکرولی که اینجا داریم و میخواید بین ترک ها حرکت کنید، من میرم اینجا توی قسمت این و یه چند تا ویدیو دیگه میارم اینجا، این رو کوتاه‌ترش میکنم، این رو هم میارم و یه ویدیو دیگه هم میذارم اینجا. الان ما چند تا ویدیو توی لاین 1 داریم، چند تا ویدیو توی V2 داریم، یعنی لاین 2. من میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام بهش بگم که برای من بدون اینکه از اسکرولم استفاده کنم یا از موسم استفاده کنم بین ترک ها حرکت کنم. میتونید از کلید جهت‌نمای بالا و کلید جهت‌نمای پایین استفاده کنید برای حرکت کردن بینشون. من پایین رو میزنم و میبینید که حرکت میکنه. اما یه چیزی رو باید توجه کنید. زمانی که اینجا V1 برای شما رنگ آبیش فعال باشه، این عملی که دارید توی تایملاین انجام میدید فقط داره روی V1 انجام میشه، یعنی اینکه داره بین ابتدا و انتهای ترک هایی که توی V1 هستند اعمال میشه. و میبینید که وقتی من توی لاین 2 هم اینجا یک ویدیو دارم که شروع میشه، نمیره ابتدای اون و ازش رد میشه و میره انتهای کلیپ بعدی. حالا ما 3 تا کلیپ دیگه هم تو مسیر داریم که وقتی یه بار دیگه بزنم میبینید که میاد اول اون ویدیویی که توی لاین 1 هست. حالا اگر همین گزینه رو بیام خاموش کنم و ویدیو رو روشن کنم، ببینید چه اتفاقی میفته. الان داره روی لاین 2 من حرکت میکنه و دیگه کاری به لاین 1 هم نداره. اگر که این گزینه آبی رو کلا غیر فعالش کنیم، یعنی خاموشش کنیم، چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه روی همشون حرکت میکنه. ببینید من اینجا میام و هم اون لاین هایی که توی صدا هستن رو داره تأثیر میده و هم لاین هایی که ترک هایی گذاشتیم توی لاین های ویدیو و روی همشون داره تأثیر میذاره و حرکت میکنه. حالا این کجا کاربرد داره برای شما؟ ببینید بچه من میام از این کلیپ اولی که گذاشتم اینجا با زدن کنترل C، که اینم بهتون بگم با کنترل C زدن میتونید کپی کنید و با کنترل V میتونید پیستش کنید هر جایی که میخواید. من این رو که میزنم میخوام این ویدیو برای من توی لاین 1 هم کپی بشه. میام V1 رو روشن میکنم، یعنی که الان کاری که میخوام انجام بدم تأثیرش روی V1 باشه. پس حالا تایملاین رو آوردیم جلو، یک کنترل V میزنم، میبینید که میاد جای اون کلیپ میشینه. این در حالتی است که اگر من V1 رو خاموش کنم و مثال V3 رو روشن کنم، اینجا آبیش رو روشن کنم و حالا کنترل V رو بزنم، میبینید که کلیپ رو میاره و توی لاین 3 قرار میده. شاید این مشکل زیاد برای شما پیش اومده که مثلا اومدید از یک قسمتی از ویدیو کپی گرفتید خواستید بذاریدش توی قسمت دیگه، بعد میبینید این چرا همش میاد مثلا روی لاین 1 وارد میشه. یا مثلا خود من زمانی که نمیدونستم این گزینه رو چیکار میکردم، میومدم مثال اینجا توی این قسمت کنترل V میزدم، بعد برش می‌داشتم میآوردمش اونجایی که می‌خواستم، به خاطر اینکه با بقیه کلیپام قاطی نشه که بخواد حالا اونها رو حذف کنه یا مخفیشون کنه. پس برای کپی گرفتن توی این لاین ها، برای اینکه بخواید این لاین ها تاثیر بگیرن، باید این
گزینه‌های V1 V2 و V3 رو روشن کنید. اگر هم که کلا تمام این V1 V2 و V3 و آدیوها خاموش بود و شما خواستید بیاید مثلا از یک ترک کپی بگیرید، اتفاقی که میفته این هست که این ترک میاد و توی لاین خودش کپی میشه. الان من اینجا از این یک کپی گرفتم، کنترل V رو میزنم، میبینید که اینجا پیست میشه. یا میام توی V1 هم این رو انتخاب میکنم، کنترل C رو میزنم، میام اینجا و کنترل V رو میزنم و میبینید که میاد توی این قسمت و برای من پیستش میکنه. یه موقعی هم شما زمانی که دارید با تایملاینتون کار میکنید، مثال چند تا ویدیو دارید اینجا روی یک ترک که میخواید یکیش نمایش داده نشه و نمیخواید از خاموش کردن چشمش استفاده کنید تا بقیه ویدیوهاش دیده بشه. مثال من اینجا پلی میکنم، ببینید که ویدیوها دیده میشه. میخوام این یه دونه تک ویدیویی که اینجا هست غیر فعال بشه، روش کلیک راست میکنم، گزینه اینیبلش رو برمیدارم، تیکش رو، و حالا میبینید که دیگه نشونش نمیدم، اما سایر ویدیوهایی که توی این لاین هستن به من نشون داده میشه. بعد زمانی هم که مثال الان من میام و تایملاینم رو روش زوم میکنم و خیلی بزرگ میشه، حالا میخوام یه کار کنم که خیلی سریع بیاد و برای من تو حالت استاندارد اینو نشون بده، میتونید از کلید بک اسلش استفاده کنید و من اینجا میام این رو انتخاب میکنم و وقتی بک اسلش رو بزنم میبینید که میاد و سایز تایملاین رو براتون استاندارد میکنه تا بتونید تمام محتویات داخل تایملاینتون رو ببینید. بریم سراغ توضیح دادن قسمت‌های دیگه. زمانی که میخواید محتویات یک ویدیو رو به صورت جداگونه ببینید، یعنی میخواید روی پنجره پروگرامتون نبینید، میتونید اون رو روی مانیتور سورستون ببینید. برای اینکه بخواید فعالش کنید کافی است که دو بار روی اون کلیک کنید و وقتی که باز شد، حالا ما یه پنجره سورس داریم که تقریبا هم شبیه به پنجره پروگرام ماست. یک سری جزئیاتی داریم اینجا که همینها رو توی این قسمت هم داریم، اما با تفاوتایی که حالا بهشون میرسیم. زمانی که یک کلیپ صدادار رو وارد میکنید، اینجا به شما دو تا حالت نشون میده. مثال من بیام و این رو با هم دیگه لینکشون کنم، روش کلیک میکنم و حالا میبینید که داره اینجا به من یک کلیپی رو نشون میده که هم قسمت ویدیوش فعاله و هم قسمت آدیوش. اگر بخوام فقط موجهای صداش رو ببینم، روی قسمت آدیوش کلیک میکنم. اگر بخوام تصویرش رو ببینم، روی قسمت ویدیوش کلیک میکنم. وقتی که شما یک ویدیویی دارید که مثال وارد کردید، رفتید یه جای فیلمبرداری کردید، نمیخواید از اون فیلمبرداری که انجام دادید نمیخواید از قسمت صداش استفاده کنید، فقط میخواید قسمت ویدیوش رو بکشونید و بیارید داخل تایملاینتون قرار بدید. این در حالتی است که وقتی تو این قسمت حالا هر ویدیوی صداداری که ما اینجا داشته باشیم و بخوایم بیاریم و ازش استفاده کنیم، مثال من یه دونه اینجا فوتیج پیدا کنم که صدا داشته باشه، این وقتی میکشم میارم میبینید که هم صدا و هم ویدیوش با هم دیگه میاد و وارد میشه. حالا من میخوام این اتفاق نیفته و میخوام وقتی که میخوام واردش کنم، مثال من اینو میخوام وقتی که واردش میکنم، درسته که این صدا و ویدیو داره، ببینید. برای اینکه بخوام واردش کنم دو تا راه دارم. راه اول این است که روی این قسمت ویدیو بیام و بگیرم و این رو بکشونم داخل. میبینید که فایل ویدیوش وارد میشه، روش هم که بیام میبینید که داره پخش میشه. اگر بخوام فقط صدای همین قسمت رو بیارم داخل، میتونم بیام و روی قسمت آدیوش درگ کنم، یعنی بگیرمش، وقتی شکل یک مشت شد این رو بیارم و توی قسمت صدا قرارش بدم. مثال بیارمش و اینجا بذارمش و حالا وقتی پلی میکنیم میبینیم که صدا هم داره اجرا میشه. اگر هم که خواستید هر دوتاش رو با هم دیگه بیارید، من اینجا میام روی حالت این کلیک میکنم، میخوام حالا صدا و تصویر با هم دیگه از تو قسمت مانیتور بیاد. چه موقعی ممکنه این اتفاق بیفته؟ موقعی که من اومدم روی تایملاینی که اینجا دارم مربوط به این ویدیو، اومدم یه قسمتیشو مارک کردم. مثلا من میام اینجا و بهش میگم از اینجای ویدیو تا اینجای ویدیو رو برای من مارک کن، که البته برای مارک کردنش میتونید از آی و او هم برای اینپوت و اوتپوتش استفاده کنید. حالا میخوام صدا و تصویر همزمان با هم دیگه بیاد. حالا به جای اینکه دیگه از این قسمت استفاده کنیم، میایم روی خود صفحه مانیتورمون و اینجا میگیریم و درگ میکنیم میاریم داخل، توی این قسمت قرار میدیم و میبینیم که صدا و تصویر همزمان با هم دیگه میان و وارد میشه.
یه قسمتی هم اینجا داریم که برای زمانهایی هست که میخواین روی یه قسمتی از ویدیو زوم کنید، که من اگر مثال این قسمتی که الان روی فیت هست رو روش کلیک کنم میبینید که یه سری درصد به شما داده که اگر روی 10% بذارید کوچیکش میکنه و اگر که بیاد مثلا روی 100% بذارید بزرگش میکنه. که قبلا هم گفتم برای اینکه بخواید روی این قسمت حرکت کنید میتونید کلید H رو بزنید و از ابزارها هند رو انتخاب کنید و بتونید روش حرکت کنید و اونجوری که اون قسمتی که میخواید رو ببینید و روش مدیریت داشته باشید. که معمولا این رو برای اینکه بخواید ازش استفاده کنید رو همون حالت فیت قرار میدن. اگر خب دو تا گزینه دیگه هم ما داریم اینجا. من یک ویدیو اینجا انتخاب میکنم، مثال این ویدیو رو انتخاب میکنم که داریم اینجا میبینیمش. خب یه گزینه دیگه هم دارم اینجا که یه گزینه اینسرت هست و یه گزینه آوررایت. این دوتا کارشون چیه؟ این دوتا مربوط به قسمت سورس مانیتور میشن که مثال من میام و حالا میخوام یک ویدیو رو وارد کنم به تایملاینم بدون اینکه بکشمش و میخوام توی یه قسمت خاصم قرارش بدم. برای اینکه بخواید این کار رو انجام بدید شما چند تا کار میتونید انجام بدید. من مثال میام و توی یه قسمتی از این ویدیو در نظر میگیرم و بهش میگم که این رو برای من اینسرتش کن داخل تایملاینم. خب بخوام این رو بردارم و بیارم توی تایملاین قرار بدم، دکمه اینسرت رو اگر بزنم میبینید که فایل ویدیویی به صورت کامل وارد میشه و تمام فایل هایی که بعد از اون هستند رو هم به جلو هول میده و به جلو حرکتشون میده که میتونید ازش استفاده کنید. یه حالتی هم داریم که از گزینه آوررایت میتونیم استفاده کنیم که زمانی که میاید این رو میزنید این قسمتی از کلیپ رو که میخواد وارد کنه میاد و جایگزین کلیپ های فعلی میکنه. من آوررایت رو میزنم میبینید که میاد اینجا و جایگزین میشه. یه گزینه V1 هم ما اینجا داشتیم که این V1 که دارید اینجا میبینید الان A1ش خاموشه به خاطر اینکه این ویدیو هیچ صدایی نداره. اما من زمانی که این V1 رو غیر فعال کنم و روی ویدیو بیام فعالش کنم که این مربوط به پچ سورس مانیتور من هست، یعنی اقداماتی که میخوام از اینجا انجام بدم این بریه مربوط به تایملاین بود و این بریه مربوط به سورس مانیتور. اگر که V1 من الان اینجا باشه روی لاین 2 باشه و من بیام از اینسرت استفاده کنم میبینید که روی لاین دومم میاد این ویدیو رو وارد میکنه. اگر این رو غیر فعال کنم مثلا روی سومی بذارم و اینسرت کنم میبینید که روی لاین بالایی میزنه و اگر که توی همین حالت هم بخوام استفاده کنم آوررایتش کنم میتونم بیام و گزینه آوررایت رو بزنم و میبینید که اینجا میاد و برای من وارد میشه. در صورتی که از دکمه این قفلی که اینجا داشتیم هم روی یکی از لاین ها استفاده کنید دیگه گزینه اینسرت روش جواب نمیده. الان من اینجا میخوام بیام و این رو اینسرت کنم روی این قسمت، ببینید میزنم و هیچ اتفاقی نمیفته. آوررایت رو میزنم و هیچ اتفاقی نمیفته. و در صورتی هم که گزینه V1 رو یعنی تارگتش رو کلا بیام غیر فعال کنیم، اگر من بزنم اینسرت و آوررایت رو بزنم باز هم هیچ گونه ویدیویی وارد نمیشه. حتی اگه قفلش رو باز کنم ببینید باز هم وارد نمیشه. یعنی شما باید برای وارد کردن از طریق این تو گزینه حتما یکی از این تاگل ها رو یا یکی از این تارگت ها رو فعال کنید که مثال اینجا بهش بگید که بیاد و توی این قسمت برای شما واردش کنه. خب من حالا خیلی تایملاینم شروع شده بیام و اینها رو حذفشون کنم به صورت کامل. این رو هم میذاریم اینجا و میرم توی قسمت یه چند تا ویدیو میگیرم و مثال تا اینجا وارد میکنم تا بتونیم بریم سراغ قسمت بعدی و این موسیقی رو هم میارم و اینجا زیرشون قرار میدم. یکی از راهایی که شما میتونید کلیپ رو بر اساس ریتم آهنگ کوچیک و بزرگ کنید این هست که بیاید و از طریق موستون بدون اینکه کات کنید اون رو کوچیک و بزرگش کنید. برای این کار مثال من میام این موسیقی رو این کلیپ رو پخش میکنم ببینید. حالا میخوام اینجا صحنه عوض شه. برای اینکه بخوام صحنه رو عوض کنم این موس رو میارم، حالا چه اول چه آخر فرقی نمیکنه. شکل موس که عوض شد کافی است که کلیک موستون رو پایین نگه دارید و اون رو به سمت جلو بکشید و ببینید که کوچیک میشه. حالا میتونید کلیپ بعدی رو با موستون بردارید درگ کنید و اینجا قرار بدید. حالا ببینیم
دوباره میام یک کمی اینو کوچیک میکنم، میام بعدی رو میذارم پشتش. دوباره این رو کوچیک میکنم و بعدی رو میارم میذارم پشتش. خب حالا این یه مقداری شاید وقت گیر میشه. من میخوام بگم که زمانی که شما این کلیپ ها رو دارین به این شیوه کوچیک میکنید، این فضا برای شما اضافیه و شما هی بعد برید اون کلیپ بعدی رو بردارید و بیارید بچسبونید. برای اینکه بخواید از این قضیه رها بشید، میتونید بیاید وقتی که این کلیپ رو کوتاهش کردید روی این قسمت خالی کلیک کنید و بعد گزینه دلیت رو روی صفحه کلیدتون بزنید، ببینید که خودش جمع میشه و میاد به کلیپ قبلیش میچسبه. حالا پلی کنیم. اگر هم که نخواستید از این قسمت یا از این گزینه ها استفاده کنید، راه دیگهش هم چیه؟ راه دیگهش اینه که زمانی که دارید ویدیوهاتون رو میخواید کوتاه کنید، بدون اینکه بیاد حالا مثلا کات بزنید، چون شما کات هم که بزنید، مثلا من رازو رو که انتخاب کنم با زدن کلید سی، بیام اینجا و وی رو بزنم و حالا اینو برش دارم، دوباره بعد یه کلیک کنم و این فضای خالی رو پر کنم. یه زمان میخوایم این اتفاق نیفته و تایملاین به صورت اتوماتیک جمع بشه و به سمت جلو بیاد. برای اینجور مواقع میتونید بیاد کلید بی رو روی تایملاینتون روی صفحه کلیدتون فشار بدید که میاد یه ابزاری رو اینجا برای شما انتخاب میکنه به نام ریپل ادیت. ریپل ادیت رو وقتی بیاید و اول و آخر کلیپ های ویدیوتون قرار بگیرید و کوتاهش کنید، مثلا من میگم تا اینجا برای من کوتاهش کن، مابقی اون اضافی کلیپ هایی که پشتش هستن هم اتوماتیک جمع میشه. ما بیایم یه ویدیو هم بزنیم این بالا ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا من اینو میذارمش اینجا، حالا میام این رو کوتاهش میکنم، میبینید که تمام ترک ها با همدیگه حرکت میکنن به سمت جلو میاد. یعنی شما اگر توی یه تدوینی خواستی تمام ویدیوهایی که توی تمام ترک ها هستن با همدیگه حرکت کنن به سمت جلو بیان، کاری که میتونید بکنید این است که کلید بی رو بزنید روی کیبوردتون، ریپل رو انتخاب کنید و خیلی راحت این رو جابجاش کنید. یه موقعی هم داریم با تایملاینمون کار میکنیم و حالا این قسمتی از ویدیو که کوتاه شده، یا مثلا این قسمتی از ویدیو که کوتاه شده اون قسمتی نیست که من بهش نیاز داشتم و میخوام یه مقداری این رو تغییرش بدم و دنبال یه تصویر دیگه بگردم. فکر میکنم اولین پیشنهادی که به ذهنمون میاد این هست که خب ما بیایم دوبار روش کلیک کنیم که توی سورس مانیتور باز شه، حالا اون قسمتی که میخوایم رو مثال بیایم و انتخاب کنیم، حالا مارکش کنیم یا بعد این رو بکشونیم بیاریم داخل. اما من میگم این کار رو نکنیم، بیایم روی صفحه کلیدمون کلید وای رو فشار بدیم، یه ابزاری اینجا برای شما انتخاب میشه به نام اسلیپ تول که این اسلیپ تول کارش همینه. من مثال میام این رو یه مقدار کوتاه میکنم، البته من میام از همون ابزار ریپل انتخاب میکنم و این رو کوتاهش میکنم تا اینجا. حالا میام وای رو میزنم، این تصویری که اینجا داریم میبینیمش رو میخوام جابجا کنم. کافی است که موسم رو بیارم روی این ویدیو و یه مقداری اسلاید کنم به طرفای مقابل و میبینید که جاش عوض میشه. ببینید راحت میتونید متوجه بشین. الان روی این تصویریم توی همین فریم، وقتی که من این رو میکشم به سمت چپ میاد و اینجا قرار میگیره، یا اگر به سمت این بر، ولی وقتی هم به آخر برسه دیگه امکان حرکت کردن نداره. پس اینو تغییرش میدم میارمش اینجا، میبینیم که به صورت اتوماتیک این قسمت عوض میشه. اگر در هنگام پخش ویدیو هم شما خواستید که مثال این ویدیویی که داره پخش میشه این قسمت رو ادیت کردید ولی میخواید یک بررسی سریعتر روی کل کلیپ ها داشته باشید، وقتی که کلید اسپیس رو زدید و پلی شروع شد میتونید کلید ال رو فشار بدید. ببینید سرعت پخش کلیپ افزایش پیدا میکنه و هر تعداد که این ال رو بزنید این اتفاق میفته. حالا من اگر که بخوام چیکار کنم در حین پخش شدن متوقفش کنم، ببینید میتونم از کلید کناریش یعنی کلید کی هم استفاده کنم تا این تصویر متوقف بشه. اگر بخوام همین ویدیو رو به صورت برعکس پخش کنه برای من با سرعت بالا حالا یا سرعت ثابت، میتونم کلید J رو بزنم. پس کلید J، K و L
کار تنظیم حرکت توی تایملاین رو داره. من جی رو میزنم، میبینید که به عقب میاد، یه بار دیگه جی رو میزنم سرعت بیشتر میشه، یه بار دیگه جی رو میزنم بیشتر میشه، کی رو میزنم متوقف میشه. حالا میتونم ال رو بزنم، با حالت طبیعی داره پخش میشه، یه بار دیگه ال رو میزنم و سرعت پخش کلیپ من بیشتر میشه. خب حالا بیایم با چیزایی که امروز یاد گرفتیم با هم یه تدوین خیلی سریع بزنیم. من میام و اینجا این ویدیو هام رو حذف میکنم، آهنگم رو نگه میدارم و توی این قسمت تعداد ویدیو رو انتخاب میکنم و میارمشون داخل تایملاین قرار میدم. اینجا اولین چیزی که باید برای شما مهم باشه ریتم آهنگه. خب که میخوایم با استفاده از ریتم آهنگ بیایم و این تصویری که داریم رو تدوینش کنیم. چیکار میکنم؟ میام و شروع میکنم به پلی کردن و گوش کردن به آهنگ و در حین گوش کردن به آهنگ میام اون جاهایی که میدونیم باید کات بخوره رو مارک میکنیم. من میام قسمت تایملاینم رو انتخاب میکنم که روی ویدیوها مارک نزنه و روی خود تایملاین مارک کنه، بعد پلی میکنم. بریم. مارک میکنم. Dance with me. خب تا اینجا کافیه. حالا میخوایم بیایم و از این مارک ها استفاده کنیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم. میام و ریپل رو انتخاب میکنم، میارمش تا اینجا. کلیپ بعدیم رو انتخاب میکنم، میارمش تا این مارک. بعدی رو انتخاب میکنم و میارم تا این مارک. بعدی رو انتخاب میکنم و تا این مارک میارمش. این مقداری هم زوم میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته اینجا. این رو خب تا این مارک نگهش میداریم. بعدی رو میایم و کوتاهش میکنیم تا این مارک. بعدی رو هم میاریم و این باید کوتاه بشه و بیاد تا ببینیم کجا، تا این مارکی که اینجاست. دوباره میرم سراغ بعدی و این رو هم میارمش تا اینجا قرارش میدم. تا همینجای ویدیو رو ببینیم چه اتفاقی افتاد. اوکی، به همین راحتی میتونیم بر اساس ضرب آهنگ بیایم و این کارها رو انجام بدیم. من میام و یه بار دیگه مثال این ویدیو رو هم میاریمش و تا اینجا. بعدی رو هم میارم مثال تا اینجا قرار میدم. بعدی رو هم میاریم اینجا روی این مارک. این رو هم میاریم و روی این مارک. حالا من فعلا فقط خیلی سریع دارم چیز میکنم. البته این بچه‌ها کاری که ما الان داریم انجام میدیم فقط این هست که میخوایم ببینیم این چیزهایی که یاد گرفتیم و چجوری میتونیم به کار ببریم. خب حالا مثال من اینجا یه مارک دارم که این باید بیاد یک ویدیو دیگه توی این قسمت قرار بگیره و میام روی این قسمت کلیک میکنم توی سورس مانیتور باز بشه. این ویدیویی که دارم اینجا رو میام اینجا یه آی میزنم و اینجا هم یه او بهش میدم. حالا کاری که میخوام اتفاق بیفته اینه که میخوام روی ویدیو هم بیاد که این دوتا تداخل پیدا نکنه. اگه لازم شد کوچیک‌ترش کنم. بعد میتونم بیام و اینسرت کنم، ببخشید آوررایتش میکنم که این کوچیک‌تر بشه بیاد اینجا. از شروع این مارکم باید بیاد تا اونجا. حالا میتونم بیام و سی رو انتخاب کنم، اینجا دیلیت کنم و این رو بزنم. این رو هم میتونم کوتاه‌ترش کنم و روی این مارک اگر کلیک کنیم که اسکرول میاد اینجا، میریم توی قسمت و یه بار دیگه یه ویدیو دیگر رو توی
اینجا باز میکنم و بهش میگیم که این قسمتش رو مثلا برای ما بیاره و آوررایت کنه روی این. حالا من این رو میگیرم و میکشمش تا اینجا، کوچیکش میکنم. حالا ببینیم نتیجه کارمون رو ببینیم. می‌بینید به همین راحتی میتونیم بر اساس ضرب آهنگ، یعنی ضرب آهنگ رو گوش میکنیم، بعد دستمون رو میذاریم روی کلید M، مارک میزنیم اون جاهایی که میخوایم رو، بر اساس اونها میایم کات میزنیم، تصاویر رو عوض میکنیم. البته در آینده خب متوجه میشیم که چجوری میتونیم به جای اینکه تصویر عوض کنیم افکت بدیم بهشون که جذابیت بیشتری داشته باشه، ولی در نهایت میتونیم یک همچین خروجی رو داشته باشیم. خب یه موضوع دیگه هم که باید بهتون بگم بچه‌ها، شما روی این پنجره ها میتونید مدیریت کنید و بزرگشون کنید. مثلا اگه من قسمت تایملاین رو نیاز داشتم میتونم به این صورت بزرگش کنم که کامل ببینمش، یا اینکه مثلا پروگرام رو خواستم میتونم به این شیوه بزرگش کنم و همچنین سورس مانیتور رو فرقی نمیکنه. روی هر قسمتی که کلیک کنیم میتونیم اون رو بزرگ کنیم. برای این کارم میتونید از اون کلیدی که گوشه کیبوردتون که هست که یه آی کلادار، یعنی کلاه آ روشه، حالا من نمیدونم دقیقاً اسمش چیه، از اون استفاده کنید. روی هر قسمت که کلیک کنید این دکمه رو که بزنید می‌بینید که این قسمت برای شما بزرگ میشه، تمام صفحه میشه و میتونید روش مدیریت کنید و ازش استفاده کنید. ما از این جلسه وارد بعد عملی شدیم و میخوایم پروژه ها رو به صورت عملی جلو ببریم و کارا رو عملی انجام بدیم. به خاطر همین شما به یک سری موسیقی و یک سری ویدیو نیاز دارید که شاید نتونید از فایل هایی که توی دستتون هست یا داریدشون استفاده کنید. به خاطر همین باید از کلیپ های سامپل استفاده کنید. من چند تا سایت میخوام بهتون معرفی کنم که راحت برید داخلشون و از طریق اون سایت ها اون فایل های ویدیویی که نیاز دارید رو دانلود کنید و موسیقی که میخواید رو انتخاب کنید و بعد حالا اون تدوینی که میخواید رو بزنید. نمونه کار تدوینتون رو هم در حد مثلا 1 دقیقه با همین چیزهایی که تا امروز یاد گرفتیم بدون اینکه افکتی بهش بدید. اگر بیشتر بلدید لطفاً افکت بهش ندید. تا همین حدی که فقط کار کردیم یک ویدیو 1 دقیقه‌ای رو بسازید و برای من ارسال کنید تا در موردش با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم چجوری پیشرفت کردین. و همچنین یه تصویر اسکرین شات هم از تایملاین کارتون برای من بفرستید. میخوام ببینم روی تایملاینتون چجوری کار کردید که و چه اتفاقاتی توی تایملاینتون افتاده و چه استفاده‌ای از این گزینه‌ای که بهتون گفتم کردید. بریم سراغ معرفی سایت‌ها. اولین سایتی که بهتون میخوام بگم سایت میکس کیت هست. یه سایت خیلی خوب و قدرتمنده. این سایت بدون فیلتر شکن هم فعلا باز میکنه. احتمالاً حالا نمیدونن همچین سایتی هم هنوز هست، به خاطر همین فیلتر نشده، اما این بدون فیلتر شکن باز میکنه. کافیه من داخلش قسمت های موسیقی و سوند افکت و ویدیو داره. کافیه که فقط روی اون قسمت تنظیمش کنید و اینجا مثال ویدیوهایی که من الان دارم استفاده میکنم کلمه دنس رو اومدم جستجو کردم و وقتی که جستجو میکنم میبینید نتایجی که میاد همون کلیپ هایی هست که من داشتم توی تدوین ازش استفاده میکردم. برای دانلودشون هم میتونید روش کلیک کنید. وقتی که باز شد اینجا گزینه دانلود داره که وقتی بزنید برای شما باز میکنه، چون من قبلا دانلودش کردم الان این پیغامو داد و راحت میتونید استفاده کنید. یه قسمت دیگه هم داره، قسمت موزیکی، که توی موزیک هم اگر که بیاید دوباره و دنس رو مثال بزنید این سری بهتون فایل های موسیقی رو نشون میده که میتونید خیلی راحت اینجا پلیش کنید هر کدومش که خواستید و دیدید که به درد کار تدوینتون میخوره روش کلیک کنید و روی قسمت دانلودش و گزینه دانلودش برای شما میاد بالا و میتونید دانلودش کنید. خب این اولین سایت بود که تو زمینه موسیقی و فیلم میتونید استفاده کنید. اگر که دسترسی به فیلتر شکن دارید من بهتون سایت پکسلز رو معرفی میکنم که از طریق پکسلز میتونید مجدد یک سری ویدیوهایی رو به دست بیارید. البته این سایت در اول کار برای نمایش عکس ها راه اندازی شد ولی خب در ادامه پیشرفت کرد و قسمت ویدیو هم اومد اضافه کرد. برای اینکه بتونید راحت ویدیوهاشو دانلود کنید باید داخل سایت عضو بشید، ولی خب اگرم عضو نشید فکر کنم تو قسمت ویدیوها میتونید راحت دانلود کنید، ولی خب عضو بشید خوبه استفاده کنید ازش. من برای اینکه بخوام مثلا یک ویدیویی که اینجا میبینم دانلود کنم وقتی موسم بیارم روش رو میبینید که یک فلش دانلود اینجا من نشون میده که روش کلیک میکنم و گزینه دانلود برای من میاد بالا و
میتونم راحت ازش استفاده کنم و دانلودش کنم. یه سایت دیگه هم که اینجا برای دانلود موسیقی میخوام معرفی کنم بهتون، سایت آرتلیسته که من اینجا میام و آرتلیست رو توی فیوریت هم دارم و میزنم روش. این سایت هم موسیقی های بدون کپی رایت لایسنس دار رو در اختیار کاربرانی که تدوینگر هستن قرار میده که خب البته رایگان نیست، پولیه. و برای اینکه بخواید ازش استفاده کنید شما حتما باید نرم افزار من اینجا بزنم اسمشو، مثلا دانلود اینترنت دانلود منیجر، اگر بزنید سایت صاف 98 سایت خوبیه، میتونید برید داخلش این قسمت بیاید و دانلود کنید این نرم افزار رو. وقتی که نصبش کردید میاد و اتوماتیک روی کرومتون فعال میشه. حالا مثال من اینجا یک موسیقی میخوام، البته خودش یه سری دسته‌بندی خاص داره که حالا بهتون میگم. مثال من اینجا موسیقی مربوط به دنس رو نیاز دارم، توی سرچش میزنم و میام اینجا دنبالش میگردم. خب وقتی که حالا ببینید همه اینا پولیه، خب یعنی شما اگه که بخواید بخریدش باید بیاین روی این سبد دارید بخریدش که امکانش برای ما نیست. به خاطر همین شما میتونید بیاید چیکار کنید، میتونید بیاید مثلا یکی از این موسیقی‌ها رو پلی کنید. این که پلی شد آیکون اینترنت دانلود منیجر براتون میاد اینجا این پایین. یعنی چی؟ یعنی اومده توی کش سایت این آهنگ رو پیدا کرده کشیده. حالا میزنید روش، روی این فایل هایی که اینجا براتون میاد کلیک میکنید، گزینه دانلودش میاد بالا و میتونید دانلود کنید به همین راحتی. اینم جزء تکنیکایی هست که بالاخره هر تدوینگری باید بدونه آهنگشو از کجا بیاره و چجوری پیداشون کنه و بتونه ازشون استفاده کنه. یه سری دسته‌بندیایی هم این سایت داره، مثلا روی قسمت ویدیو تم اگه بزنید مثلا گزینه تکنولوژی، فود، ادویکیشن، مثلا مربوط به عروسی و غیره، که رو هر قسمتیش که بزنید همون آهنگای مربوط به اون قسمت رو برای شما باز میکنه. یا بر اساس دسته‌بندی هم خودش داره که رو اون دسته‌بندی هم میتونید بیاید و کار کنید. فقط میگم برای دانلود کردن از این سایت حتما باید اینترنت دانلود منیجر رو داشته باشید روی سیستمتون تا بتونید رایگان ازش دانلود کنید. البته ما قرض میگیریم، یعنی اینجوری بگم شاید اونا راضی نباشن ولی خب ما استفاده میکنیم ازش. ممنون از اینکه به این جلسه هم توجه کردید. امیدوارم که آموزش‌ها خوب باشه و پیشرفت خوبی داشته باشین. حتما به این نکاتی که گفتم در حین تدوین توجه کنید، از تکنیکایی که میگم استفاده کنید. خیلی نکات کاربردی رو دارم بهتون میگم که یعنی تقریبا هیچ چیزی رو من نمیذارم که بهتون نگفته باشم و یا اینکه تو برنامه باشه بهتون نگم. 0 تا 100 رو دارم از ریزترین جزئیات بهتون میگم تا آخرین امکاناتی که این نرم افزار داره و به همشون میرسیم، به جای خیلی جذابش میرسیم. فعلا ما داریم ابزارها رو میشناسیم ولی خب همینجا هم لطفاً یک ویدیو 1 دقیقه برای من ادیت کنید بفرستید، در موردش با هم صحبت کنیم، با من در تعامل باشید تا بتونیم پیشرفتتون رو هرچه بیشتر کنیم تو این زمینه. من امین ایمانیفر هستم، در جلسه 4 شما رو میبینم.